سلام دوستان رنگ رنگک کیتس. امروز ما زوما را از پاپاترو با قلم های رنگ زیبا رنگ میکنیم. قلم ها را آماده کنید و همراه ما رنگ کنید. با قهوه رنگ تیره زوما را رنگ میکنیم. با رنگ کبوت عثمانی روشن قسم لباس زوما را رنگ میکنیم. برای به شکل در آوردن از رنگ کبوت بنفشی استفاده میبریم. برای چشم زوما را زیبا گردانیدن ما از رنگ های قهوه رنگ سیانه و زرد استفاده میبریم. با رنگ نارنجی دیگر قسم های لباس زوما را رنگ میکنیم. برای ایجاد حجم و شکل از رنگ سرخ کوکنار استفاده میبریم. این قسمت لباس زوما را با رنگ خاکستری نقره‌گون رنگ میکنیم. زرد طلا رنگ. آفرین دوستان من، زوما خیلی زیبا و رنگارنگ شد. اگر ویدیو به شما پسند آمد لایک مونید و به کانال رنگ رنگک کیتس ابونه شوید تا ویدیوهای نوبتی. خیر.